ناحیه سنگوار. دمیدن صبح با صفایش قاصد است از آغاز باز یک روز نیک. روزی که ساکنان به خاطر بنیادکاری و سازندگی کمر غیرت و همت می بندند. ابرهای در آسمان نیلگون شنا کننده، برفی سری قله ها و برگ های طلارنگ باغ های دلکشایش که ایجاد طبیعت افسونکارند دل می رباید. در احاطه شاهکاری های بی‌نظیر طبیعت، پرافشانی پرچم وطنداری مهر و محبت را به تاجیکستان عزیز دوچند می گرداند. سیاحان داخل و خارج کشور مفتون طبیعت افسانوی، دوستدار طعام‌های ملی و هنرهای مردمی‌اند. برای قبول مهمانان و سیاحان در مرکز و روستای ناحیه آشخانه و مهمانخانه های زمانوی قامت افراخته فعالیت خوب دارند. ناحیه سنگوار همسال استقلال است. وابسته به اعلان گردیدن سالهای 2018-2021 سالهای رشد دهات‌سازی و هنرهای مردمی در حدود ناحیه زیاده از 60 انشاءات‌های خرد و میانه ساخته به استفاده داده شده است. از جمله مهمانخانه‌ها، جای‌های دمگیری، پیکره و امثالهای حیوانات‌های نادر، مهمانخانه‌های خرد سرراهی، مرکزهای سودا، نقطه‌های تعمیر автомашинаҳо، бунгоҳҳои тиббӣ. ноҳия аз 5 ҷамоати деҳот 83 деҳа иборат буда мардуми деҳа аслан ба кишоварзӣ, боғдорӣ, чорвопарварӣ, занбурӣ асалпарварӣ машғул мебошанд. меҳмонон ба ноҳия аслан барои сайёҳии кӯҳнавардӣ ва сайёҳии экотуризм ташриф меоранд. дар ҳудуди ноҳия мавзеи ҳавзи кабуд аз навсозӣ гардидааст ки сайёҳони зиёд барои шиноварӣ ва барои дамгирӣ ба он мавзеъ ташриф меоранд. мавзеъе ки мо қарор дорем мавзеи чашмаи миркалон аст. яке аз мавзеъҳои зебоманзараи ноҳия ба ҳисоб рафта ба ин ҷо меҳмонҳо ҳам ташриф меоранд. дигар мавзеъҳое ки дар ҳудуди ноҳия ҳастанд аслан мавзеъҳои кӯҳӣ ҳастанд ва табиати зебои кӯҳӣ доранд. сайёҳонро ба табиати зебои худ мафтун карда онҳо ба тамошои анаму кӯҳу дараҳои зебо, чашмаҳои шаффоф омада аз он ҷоҳо тамошо карда ҳаловат мебаранд. سنگوار. طبیعت افسانوی این گوشه تاجیکستانی عزیز بی محابا منبع الهام هر نفری ایجادکار است. نقش‌های آفریده زنان و دختران هنرمندش دلیل این گفته هاست. ارمغان‌های آماده نموده آنها را سیاحان چون عاشقان حسن دلارای تاجیکستان با خویش میبرند.
طول 2 سال است که در این مؤسسه از روی اختصاصی دوزنده تحصیل میکنم. ما دانشجویان بغیر از هنر دوزندگی باز قالین بافی، جوراب بافی، گلدوزی و دیگر نمود هنرهای مردمی را از خود کردیم، چون که برای هر یک دختر تاجیک این هنرها در آینده ضرورند. از طغیان دریای خنگاب سنگ آسیابی دیه گردان و خان ساکنانش فراوان است. گندمی که دسترنج مرد دهقان است در همین آسیابی آبی آرد می شود و پسان به دست کدبانوها می رسد. باد تیر ماهی بوی نانی از تنور کنده مادران را به مشام هدیه می سازد. صدای رود کوهی که از میان حولی هر یک ساکن دیه می گذرد در آمیختگی با خوانش کبک خوش‌الحان، نوازش فارم دوتار مرد کوهستانی و اعجاز دستانی گلدختر بیننده را به وجد می آورد.
گلهای روی متاهای گوناگون نقاشی کرده زنان و دختران دیهه باشد، تجسمگری زندگی رنگین و طبیعت دلفریبی کشورند. دوخکشی مادران چون ندای قلب‌های هنرمندان دیهه به گوش می رسد. کلام شکرانه بر لب مردان هنرمندش زیر نوای روح بخش دریای خنگاب می سرایند. ای خاکی وطنم تخت سلیمانی من است، ای مهری وطنم در دل و در جانی من است. گویان مرا چی بر وطن می نازی، وطن گوشه ایمانی من است. گویم وطن گوشه ایمانی من است. خنگاب تب تابی تو را میشنوم، بیتی تری سرابی تو را میشنوم. یک عمر چه شاگرد لبی ساحلی زنگوله گردابی تو را میشنوم. زنگوله گردابی تو را میشنوم. یوری آیا خنگابی من خنگابی گلبیز، بیا در ساغری کفای من ریز. آیا خنگابی من خنگابی گلبیز، بیا در ساغری کفای من ریز. بگویم نوش بادی روزی وحدت، بگویم نوش بادی روزی وحدت. تا هم با شادی قلبم در آمیز، تا هم با شادی قلبم در آمیزه. آیا خنگابین اقبالی تاجیک، دلی از شادی مالا مالی تاجیک. بیزن جوش و بیزن موجودی دا کن، مبارک بادیز تیخلالی تاجیک. آیا خنگابی من خنگابی گلبیز، بیا در ساغری کفای من ریز. آیا خنگابی من خنگابی گلبیز، بیا در ساغری کفای من ریز. بگویم نوش بادی روزی وحدت، بگویم نوش بادی روزی وحدت. تا هم با شادی قلبم در آمیز، تا هم با شادی قلبم در آمیزه.
چو بخت و چو فیض و نعمت آمد یک مردی خدا داد و خداگه چو سامانی سری این دولت آمده ایا خینگابی من خینگابی گلبست بیا در ساغری کفای من رست ایا خینگابی من خینگابی گلبست بیا در ساغری کفای من رست بگویم نوش بادی روزی وحدت بگویم نوش بادی روزی وحدت تا هم با شادی قلبم در آرز تا هم با شادی قلبم در